چرا باید برای پاکسازی عمقی پوستمون از درماف اولتراسونیک استفاده کنیم؟ به خاطر اینکه تمام اون محصولات آرایشی که ما طول روز استفاده می‌کنیم، ضد آفتاب‌ها، محصولات مراقبتی، همه اینا دیگه حالا ریزمولکول داره تولید میشه و وارد عمق منافذ پوست ما میشه. بنابراین با فیس براش ها، با شستشوی با دست ما فقط این مواد رو داریم روی پوست جابجا میکنیم و یا بیشتر به عمق پوست میفرستیم. باعث میشه حالت رانشی به وجود بیاد که تمام این آلودگی ها و لنف و سبوم اضافه از عمق پوست ما خارج شه و به بیرون رونده شه. بنابراین میتونیم بعد از یک جلسه استفاده از درماف اولتراسونیک این اطمینان رو داشته باشیم که پوست ما کاملا و عمیقاً پاکسازی شده. درماف های اولتراسونیک انواع مختلفیشون موجوده. درماف اولتراسونیکی خوبه که فرکانس امواج فراسوتش بالاتر از 27000 هرتز باشه. اگر فرکانس این امواج زیر 27000 هرتز باشه، صرفاً دستگاه شما یک اسکن اسکرابره و جزء دستگاه‌های اولتراسونیک به حساب نمیاد، به خاطر اینکه توانایی انتقال این امواج رو به عمق پوست نداره. حالا چه پوست‌هایی باید از اتوی پوست استفاده کنن؟ تمام انواع پوست‌ها، تمام تکسچرهای مختلف پوستی نیاز به پاکسازی دارن. شما حتی اگر پوست خشکی داشته باشید هم احتیاج به پاکسازی دارید. بنابراین تمام تکسچرهای پوستی مختلف برای پاکسازی عمقیشون باید از این وسیله استفاده کنن که بتونن خیالشون راحت باشه که پوست عمیقاً تمیز شده. نکته بعدی این که درماف های اولتراسونیک 3 مود دارن. مود اولشون پاکسازی، مود دوم جذب مواده و مود سوم لیفتینگه که تاثیر بسیار عالی روی برطرف کردن افتادگی و شلی پوست و برطرف کردن خط خنده داره. مرسی که مثل همیشه با من همراهید.